و در منطقه ترکمن صحرا دو نظر است. بعضی از برادران در فقه حنفی قول ظاهر و قول مفتابی و روایت اصل را میگیرند که این نظریه را استاد بزرگوار حاجی محمد آخوند نظری رحمت الله علیه و کسانی که در سلک ایشان هستند این نظر میگیرند و بعضی از برادران و علمای اعظام در منطقه و قیل یعتبر قیل را میگیرند. پس هر دو نظر در فقه احناف است. کسانی که قول ظاهر را میگیرند نمیتوانند به آن قیل تعرض کنند. از برادران مسلمان من تقاضای عاجزانه دارم که حرمت و احترام یکدیگر را داشته باشند. اگر یک روز جلوتر عید کردن، کسانی که صائم هستند فردا را میخوان عید کنن، خورد و خوراکشون رو ملاحظه داشته باشند یا به آنها تعرض نشود. یا کسانی که قول دیگر را میگیرند یک روز جلوتر کردن، آنها هم دقت داشته باشند، حرمت آن را داشته باشند. مسائلی است که اجتهادی است و مختلف فی، ولی قول راجح کدام است دنبال آن بروند بهتر است. این را حتما مد نظر داشته باشند. این مسائل برای نشان از رشد و تعالی یک جامعه است. تحمل هم دیگر، اختلاف سلایق، اختلاف نظرات، عمل کردن در داخل مذهب اگر باشد همه مورد احترام است. اگر قول سوم بیاید غیر از این دو قول، آن مردود است. آن را خیلی دقت داشته باشید. اختلاف امتی رحمه، اختلافات مورد رحمت است و مورد وسعت است و مسلمانان راحت به احکام شرعی میگیرند.